از قرن 19 و 20 جهان را یک مگادولت اداره می‌کرد که بر پایه صلح و انسانیت بوده. در این دوره انسان‌ها هیچ تمایلی به جنگ و خونریزی نداشتند و با صلح در کنار هم زندگی می‌کردند. آثار معماری مشابه در نقاط مختلف جهان نشان دهنده وجود یک دولت واحد و بزرگ در دنیای گذشته است. در اوایل قرن 19 گروه‌هایی با تکثیر بیوربات‌های انسانی تاریخ جدیدی را آغاز کردند که تا سال 1953 این کار آنها تکمیل شد. بیوربات‌هایی جنگجو و بی احساس جانشین انسان‌های صلح طلب شدند که عامل شروع جنگ‌های جهانی و خونریزی‌های زیاد بود. تاریخ قبل از آن توسط هوش مصنوعی بازنویسی شد و روایات و دروغ‌های جدیدی جانشین حقیقت شد. از سال 1953 دیگر هیچ کشوری به صورت مستقل اداره نمی‌شود و قدرت از مردم گرفته شد. مگادولت نمادی از دوران طلایی انسانیت و صلح و همزیستی مسالمت آمیز بود. نسل‌های بازمانده از مگادولت در تلاشند تا ارزش‌های جهانی آن را احیا کنند.